رفقا اومدم بهتون یه آموزش خفن بدم که چجوری بتونید عین من آرتری و همینجوری سیپ رایگان رو بگیرید. پس همراه من تا آخر ویدیو باشید. خب تورنمنت فکر کنم خیلیاتون میدونید تورنمنت اومده، چون هر سال این موقع میاد و برای اینکه وارد تورنمنت شید و ثبت نام کنید، اینجا که فلش دادم از عکس آرتری میاید. وقتی رفتید توش یه دونه عکس سی پی پایینش یه دکمه بنفشه، سال من ثبت نام کردم نمیاره. کشور مورد نظرتون انتخاب کنید، پایینش یه تیک از اونو فعال کنید، رمز جیمیل چیزی هم نمیخواد و ثبت نام شدید. شما 40 مچ اگه مسابقه بدید، رنک مچ مولتی، شما میتونید آرتری رو به صورت رایگان دریافت کنید و اصلا مهم نیست نتیجه که تو رنک مچ میگیرید. و اگه بین چند نفر برتر باشید بهتون 13 کی سی پی میده. مثلا من بین 200 نفر اولم که 10 کی سی پی رایگان رو اگه تا آخر تورنمنت بمونم میگیرم. خیلی ممنونم ازتون تا اینجا همراه بودید. خدا نگهدار.